اخبار مهمترین روز را از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ من شعله گلخوجه تقدیم میکنم. سلام. سرخط موضوعهای مهم. میلیون ها نفر در مراسم دفن سابق پرزیدنت ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی اشتراک نمودند. مقامدار تاجیک سوء استفاده از مجوز تحقیق و استخراج کانها را سبب خودداری از تقدیم مجوز در 3 سال گذشته عنوان داد. یک قطار شرکت‌های بین‌ناموس با این اجازتنامه‌هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان داده بود به آنها برای آموزش گیولوژی یا که کارکرد کانها، اونا در بیرجاهای گوییم که بین المللی این اجازتنامه‌ها را استفاده برده مبلغ کار کردند. و یک ساکن ناحیه ظفرآباد میگوید همسرش به خاطر جنگ در سوریه از او طلاق گرفته 4 فرزندش را نیز با خود برده است. حرکت میکنیم که همون وایکنات بیارم ده اینجا بیاد ناس اینجا بس نیزاشته همون وای میشه ده خیلی گفتگو رو سوژال که میشه. جسد علی اکبر هاشمی رفسنجانی از عمده‌ترین چهره‌های سیاسی در چند دهه گذشته در ایران روز 10 ینور در آرامگاه آیت الله خمینی به خاک سپرده شد. برای ویدو با سابق رئیس جمهوری ایران میلیون ها نفر جمع آمده بودند. مراسم جنازه ساعت 10 محلی به وقت ایران در تهران آغاز شده بود و بعد از ظهر به پایان رسید. نماز جنازه هاشمی رفسنجانی با امامت رهبر جمهوری اسلامی آیت الله سید علی خامنه‌ای برگزار شده است. سابق رئیس جمهوری ایران شام 8 ینور بر اثر بیماری قلب در سن 82 درگذشت. حکومت تاجیکستان 3 سال اخیر به هیچ شرکت اکتشافی برای استخراج کانها در کشور مجوز نداده است. در این باره مراد خال رهبر سریداره گیولوژی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی روز 10 ینور خبر داد. این مقامدار سبب چنین تصمیم را به آن وابسته کرد که قبلا برخی از شرکت‌های خارجی مجوز را برای منفعت خود سوء استفاده نمودند. یک قطار شرکت‌های بین‌ناموس با این اجازتنامه‌هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان داده بود به آنها برای آموزش گیولوژی یا که کارکرد کانها، اونا در بیرجاهای گوییم که بین المللی این اجازتنامه‌ها را استفاده برده مبلغ کار کردند. رئیس اداره گیولوژی توجیه گفت حال حاضر 90 کان در کشور برای استخراج آماده هستند و به شرکت‌های داوطلب پیشنهاد کرده می‌شوند. هر شرکتی که دعوای کار می‌کنند در صورت پذیرفتن شرط‌های تاجیکستان صاحب اجازتنامه فعالیت می‌گردند. یکی از شرط‌ها این است که در صورت دریافت مجوز شرکت سرمایه‌گذار یا اکتشافی باید در قدم اول تاریخ کارکرد کان را تهیه نموده به حکومت پیشنهاد کند. برنامه را ادامه میدیم. دادگاه یک منصبدار سابق وزارت امور داخلی افغانستان را با جرم فساد به مدت 14 سال از آزادی محروم کرد. به قول دادستان‌ها عبدالرؤوف مسئول بخش شرطنامه‌های وزارت بوده. به قول دادگاه کابل $150,000 پوره گرفته است. همکار با منزل مسکونیش با پول رشوت دعوت نموده است. این اخذ رشوت مطالبه شده. پوشیدگی نداره که شما توضیح بدین هر جایی که نفهمیدین. خوب فهمیدین که چه ادعا شده علیه شما؟ 3 منصبدار دیگری افغان که همراه با عبدالرؤوف متهم میشوند منتظر حکم دادگاه میباشند. برمیگردیم به تاجیکستان. 14 ساکن یک دهه دوردست تاجیکستان برای جهاد به سوریه رفتند که از این بین 5 نفرشان عضو یک خانواده میباشند. در صحبت با رادیو آزادی حمزه تورابکوف ساکن ناحیه ظفرآباد گفت زمانی در حبس بودن او همسرش در روسیه زیر نفوذ ترغیبگران گروهی به نام دولت اسلامی قرار گرفته هم خود به سوریه رفته و هم چند فرزندش را به آنجا هدایت کرده است. حمزه تورابکوف بعد تقریبا 25 سال زندگی عائلوی هرگز خیال نمی کرد که روز همسرش ترغونای به خاطر جنگ در سوریه او را ترک می کند و 4 فرزندش را نیز با خود می برد. رقم کرد تلفن کرد 4 تا یخته دیگه هیچ خیلی صفرش نیست. و کنم که پسرش دویمم ده و ماما میگفت که دادم میگفت ما اومدگی ها کجا با اومدگی تو میگم من میگفت ما در سوریه ده سوانه گفت که من مادرم کردی گپ زنه مادرش بود تلفن مادرش میگفت که من شریعتا طلاقم تی میگه این سال چند بود 2015 گرفته مخوی وای بود
بعد از فеврал بود فеврал ترغنای همسر حمزه تورابکوف سال 2014 هم به شهر مسکو نزد دو پسر و دخترش به مهاجرت کاری رفت. حمزه تورابکوف میگوید آن زمان با نظام نیمه آزاد در خوجند زندانی بود و هفته یک بار به خانه اش می آمد. او به گفته خودش در پی یک صدمه نقلیاتی برای 3.5 سال حبس شده بود. مایل پسرم نمیرم گفته این دو این خیلی پرجنه بگفت رفتن نمیتونم میگفت تو مادرش اینه زده جنگ کرده رو برده گفت اگه تو نروی گفت من تو دادگی شیر سفید من ناراضی گفت. حمزه ماه اکتبر سال 2016 هم خبر یافت که دو پسر کلانیش خدایاربک 26 ساله و الیاربک 20 ساله در جنگ‌های سوریه کشته شدند. حالا حمزه در کجای سوریه بودنی نزدیکانش را نمی‌داند. یگانه امید او این است که بتواند فرزندان خود اصیلبک نو 18 ساله شده است و نادیره بگیم که 26 سال دارد پیدا کرده به وطن برگرداند. خیلی ما حرکت میکنیم که همون باید بیارم ده اینجا بیاد ناس اینجا بس نیزاشته همون وای میشه ده خیلی گفتگو رو جلقه میشه. امام خطیب مسجد جامع شهرک مهنت آباد میگوید آنهایی که به سوریه میروند سواد دینی و دنیوی ندارند. حدیث پیغمبر آخر زمان طایفه‌ای میبیاد که قرآن به مانند بلبل میخواند، سخن به مانند بلبل میگوید که گوشت از وی کندن نمیشه، اما افسوس میگو آنچه که میگود از گردن پایین خودش دوی تاثیر نمیکنه. همه ما به چشم دیدن داره. همه که امر معروف میکنه با میرود تروریستی میکنه، با میرود آدم کشی میکنه. همون نشانهایی که پیغمبر گفت این روز همه با به چشم با دیدن داره. بر اساس معلومات رسمی از ولایت سوخت 24 نفر با همسر و 44 فرزند نابالغ خود به سوریه رفتند و در جنگ ها از طرف گروه تندگرای دولت اسلامی می جنگند. کایمار سیاتو بود که گزارش میداد. فعالیت و انتخاب رئیسان جماعت و محل‌ها در تاجیکستان مایه نگرانی رهبر کمیته رشد محل‌ها شده است. خاصم رهبر رئیس این کمیته روز سه‌شنبه 10 январ در نشست خبری گفت برای حل مشکلات شهرک و دهاتی تاجیکستان وظیفه رئیس جماعت باید انتخاباتی باشد. بسیار خوب بشه به طور اقلا در مرد اول قدم بخورند به شرط آلترناتیوی مونم که من دو سه نفر مردم من فکر کنم که تو ما فرقش نه هستش ایناش نیست کامودش نیست ایناش ما شما مسئول اگر این بدوشی مردم قسمان مونه مسئولیت مردم نیست میکنند. جمله با انتقاد از فعالیت جماعت‌های نویای رودکی گفت در وقت سلفرایی نتوانستند تعداد ساکنان و حجت‌های مربوط به آنها را پیشنهاد نمایند. فعلا در تاجیکستان 370 جماعت و 60 شهرک وجود دارند و کمیته رشد محلی تاجیکستان 4 سال قبل تأسیس شده است. نه تنها ضعف در کاری رئیسان محل‌ها بلکه مسئله مربوط به تقسیم زمین اکثرا نارضایتی و نگرانی مقامات و ساکنان را به بار می‌آورد. مقامات دادستانی و دادگاهی نیز میگویند اکثر شکایات مردم به نهادهای دولتی در مسئله زمین است. از جمله همین موضوع اخیراً در ناحیه حصار به جنجال لفظی میان رئیس و وکیلان مجلس ناحیه سبب گردیده است. عبدالله اشرف تفصیلات می‌دهد. این خط‌هایی که روی تپه‌های کنار دهه طوله ناحیه حصار حالا می‌بینید این تقسیم نه زمین‌های کشاورزی بلکه سرحدات دهه‌ای در آینده بنیاد شونده باید می بود. قرار بود 700 نفر ساکنان نیازمند ناحیه حصار در این تپه‌ها قطعه زمین دریافت کرده در آن منزل آینده خود را بنیاد کنند. با این خاطر برخی از ساکنان با این تپه‌ها که در آن دهه آینده باید بنیاد شود سنگ و شغل آورده حتی برخی ها پایدیوار منزل آیندهشان را گذاشتند. اما آرزوی ساکنان برای بنیاد منزل‌های نو در این دهه نوبنیاد جامعه عمل نپوشید چون که با گذشت 4 سال مقامات تازه تعیین ناحیه حصار قرار تقسیم 700 قطعه زمین به ساکنان را بیکار کردند. بیکار شدن تصمیم تقسیم زمین برای 700 نیازمند آن در ناحیه حصار بحث و جنجال لفظی شدید را در مجلس ناحیه حصار برانگیخت. این تصمیم باعث یک جنجال لفظی میان شریفجان جمعه‌زاده رئیس ناحیه حصار و وکیلان مجلس ناحیه شده است. قرار جدا کردن قطعه‌های زمین برای بنیاد منزل زیست با ساکنان ناحیه حصار عمدتاً در زمان رهبری رحمانزاده عثمان سبز رهبر پیشین این ناحیه صادر شده است. ساکنان حصار که پس از سالهای تکاپو و دو با امید صاحب پارچه زمین شده بودند اما با عوض شدن رهبر ناحیه و جماعت قرارهای زمین نیز دیگر شد که نقشه و برنامه‌های آنها را برباد داده است. برای برخی از ساکنان بی زمین مانده این بحث باعث ناامیدی آنها شده است.
حبیب‌الله غفورов ساکن دهه آبشاران جماعت سامان ناحیه حصار که سالهاست برای گرفتن یک پارچه زمین تلاش میکرد، نیم سال پیش شهد شادی صاحب زمین شدن را در باغستان چشید. ولی با لغو شدن قرار تقسیم زمین او از این همه وضعیت خیلی خسته و ناامید شده است. در همین زمین نزد حوالگیمون 5 اویله از همین زمین تقسیم میکشیم. کوی لوجش بود اگه چورا میدیدن حکومتی جمهوری خوبتر میشد. تابستان امسال قطعه زمین عبارت از 6 ساتیخ در کنار دهه باغستان به عائله غفورов ها و تقریبا 700 نفر دیگر داده شد. الهام میرزایف یک ساکن دیگر نیز از قبیله نفرانی خوشطالع بود که از زمین‌های کنار دهه باغستان صاحب زمین شده بود. همین زمین‌ها در حقیقت موافق قرار حکومت ناحیه حصار تقسیم شد. مردم تالان‌های گرفتن قدر امکان. تالان‌ها در دست مردم ایستادگی است، لیکن زمین‌ها را خودش بیکار کردن. امروز با گفتن که رفته خودمان هم دیدیم که همون زمین‌هایی که با مهنت زحمت جفت بریدن تقسیم کردن، امروز با باید جفت کرده کشت کردن، کاریده گندم کاریده. اگه نمیدونه مردم که کجا دعوا کنه و اون زمین‌های از کجا گیره. کارشناسان میگویند محدود بودن زمین برای بنیاد خانه و گران بودن قیمت آن شدت مسئله دسترسی به منزل را در آینده هم بیشتر میکند، چون پیش بینی می شود که تا سال 2018 اهالی تاجیکستان از 8.5 میلیون نفر امروزش تا به 10 میلیون جمعیت افزایش یابد. حالا از عالم ورزش میگیم. بعد ورزشکار بهترین تاجیکستان در سال 2016 که از طرف انجمن خبرنگاران رشته ورزش انتخاب گردیدند، جایزه ها سپرده شد. این مراسم در قرارگاه کمیته ملی المپی تاجیکستان برگزار گردید. امردین اولیموف گزارش دارد. کمیته ملی المپی تاجیکستان و انجمن خبرنگاران رشته ورزش کشور به 10 گانه بهترین ورزشکاران در سال 2016 جایزه ها را تقدیم ساختند. بهرالله رجبالیف دبیر کل کمیته ملی المپی تاجیکستان گفت که دلشاد نظرов ورزشکار مشهور تاجیک با به دست آوردن مدال طلا در بازی‌های 31 تابستانه المپی در ریو د ژانیرو برزیلیا در رده اول این 10 گانه برگزیده شد. سال 2016 برای ورزش تاجیک، برای همه ما این سال تاریخی بود، برای که ما توانستیم در بازی‌های المپی در ریو د ژانیرو برزیل صاحب مدال طلا شویم. ما هم به دلشاد نظرов احسان میگوییم. نرزولا لطیفов رهبر اساسیاسیای ژورنالیستان رشته ورزش تاجیکستان ذکر داشت که 10 ورزشکار بهترین سال را بیش از 70 ژورنالیست رشته ورزشی، نشریه و خبرگزاری ها و تلویزیون و رادیو توسط پرسش معین کردند. Позвольте мне поблагодарить всех журналистов, которые голосовали за меня. تشکر از همه خبرنگارانی که به من رای دادند. از کمیته ملی المپی تاجیکستان برای حصه‌اش در رشد ورزش در کشورمان سپاسگزارم. به ورزشکاران تاجیک برای عملی شدن نقشه‌هایشان برای کار و موفقیت می‌خواهم. Планов, которые они ставят перед собой, потому что каждый спортсмен ставит перед собой какую-то планку и идет. همچنین در فهرست 10 ورزشکار بهترین سال پهلوان معروف تاجیک کامراشاه اوستاپیریان در مقام دوم قرار گرفت. او اولین گشتگیر تاجیک است که با عنوان قهرمان آسیا عاید به این نمود المپی ورزش دست یافته است و اینچنین صاحب راهخط به بازی‌های 31 تابستانه المپی شده بود. مجزن تاجیک انور یونوسوف که سال 2016 در مسابقه جهانی لیتسنزیونی در وزن 60 کیلوگرم در شهر باکوی آذربایجان جای دوم را گرفت، به حق شرکت در المپیاد ریو 2016 مشرف شد. او در فهرست اساسیاسیای ژورنالیستان رشته ورزش تاجیکستان در مقام سوم جای گرفت. همروز رجب ورزشکار سامبو مورو حلیموف در نمود تایکواندو WTF، شهریار دامینوف در ورزش قایقرانی، فروخ امانتوف در رشته شاهمات، زهرا خالو و ورزشکار کیک باکسینگ، ویرا سیماشکو در نمود کوهنوردی، جهانگیر مجیدوف ورزشکار جودو از صاحب جایزه های دیگر این 10 گانه بودند. این چند خبر گزارش مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت www.azadi.org و در صفحه‌های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.